نکن مینوسه که شو مدلی ما حال نداره. ایدیما خدایبرده و به خوانندگان حساب و کتاب می آموزد. او برای زنان دهه بندر، یکی از روستاهای دوردست ناحیه خراسان، نمونه عبرت است، چون توانست قالب‌های رایج دهه‌اش را شکند. ایدیما اولین دختری بود که برای تحصیل به دانشگاه رفت. اول آموزشگاه در شهر باختر و بعداً دانشگاه آموزگاری دوشنبه را ختم کرد. برآمدن از قالب‌های شخ شده آسان نبود. همین دختر خونده چیز میشه، شوهر کنه، برو و کار خانه رو کنه، خالی نکنه میگفتن. خیلی پدری من که خالی بود به یک گپ یگان تاش گوش نکرد، بردک موندک من. خیلی با خوندم، من بعدی من آهسته یک کس این حال قریب همه اقشلاق میخوانه دخترها همش. خواندن چه وقت یگان که ضرر نمیاره کو. یگان هنر داشته باشی، یگان خالی داشته باشی. با همه اویله ده یارده میشه. همین آدمایی بود که مثال خود دختر خوانده چی میشه میگفت. یکی و بعد دیدن که من خوندم با همین اویله ده یارده میشم کاری کردگی. من فکر فهمیش بیام دیگه شده بازی همش نبیروشونه، همشون خواندن موسیقی. همش کالجا خوندن. جنگ شهروندی زندگی هزارها نفر از جمله این زن را به هم زد. ایدیما از دولت دیگر معاش دریافت نمی‌کرد. شوهرش نیز کارش را از دست داده بود، ولی باید از راه فرزندان خردسال را تامین می‌کردند. ایدیما با فروش پسته خندان شروع کرد. چون در تجارت تجربه نداشت، کارش اول برار نمی‌گرفت. یه روز که همین یه همکارم خیلی بیچاره ولی در دنیا گذاشتم، یه معلم بود. چیکار کنیم گفتیم؟ و گفتیم که بیا خیلی بازار برای هر دومون پسته حمل میکنن کو هم خالی گرفت رفتیم. رفتیم جوون کسا نمیشناسیم، جوون کسا خالی نمیدونیم، چیکار کردن ما نمیدونیم. بین حبیبت گشتیم تو ابیده هیچی نشد، گشت حبیب گردوند آورده برای که جوون آدم نمیشناسیم. یکم با رفتیم انا با خیلی گفتیم خیلی بیو بسنجیم بروی که یکی خالی شود و آهسته با کارمون سوز یک و فایده وردیم که همکاری کردیم. انا ما تیار میکنیم و یار میبریم و یار در رو میخرن. روزی اول رفتیم ما یگان کس نشناختیم، نمیدونیم، هیچ کی نخرید، هم خزیق شدیم. خالی کردیم برومانو که وقت با چی بود که ماشین پلی کرد راه پلی کرد رفتیم با راه پلی کرد اومدیم هیچ فایده ندیدیم. با هوای پسر چیکار کنیم؟ با گشته بردیم خیلی با آدم میفتیم با همکاری کرد خیلی با فایده دیدیم. این نمودی کلانوش. ایدیما خدایبرده و شنونده دوره‌های آموزشی تشکیلات یوساید است. با کمک این سازمان آمریکایی کارگاه تازه‌کنی پسته خندان تأسیس داده است. چندین زنان دهه در این کارگاه کار می‌کنند. میگوید در وقت رفتن به دانشگاه و هم تأسیس کارگاه اطرافیان به آن نوباوری می‌کردند. حالا خودشان می‌خواهند که مثل ایدیما باشند. خیلی زندگیش سازه بود، خیلی زندگیش که از بین نمی‌گفتن کاش که ما هم می‌خوندیم. با هم خیلی میشد، یارده میشد، ما نمیگیم با. محبیکر یار و هنرپیشه تاجیک چند سیمای زنی تاجیک را در صحنه آفریده است. گاه‌ها خوشنامان ظالم بود، گاه‌ها مادر مهربان. خودش در زندگی مانع و شکست‌های زیاد دیده است. میگوید که مشکلی اصلی زنان تاجیک این است که از حد زیاد پایبند به سخن اطرافیان هستند. در ما بسیاری زنها از همین چیز شکست میخورن. همسایه چی میگوین؟ خیش تبارو انکون من رو چی میگوین؟ حالی من به همه میخندن. نه، باید خیلی نباشد. برعکس خود رو به دست گرفته، زندگی رو پیش برده، با کار در اومدن، من نمیدونم تحصیل کردن، یعنی 1001 چیز کردن ممکن است. یعنی با یگون کارخانه با کار در اومدن یا که یگون تعلیم آموختن، بسیار چیزا هست، هنر آموختن. پیام قهرمانان گزارش ما به زنان تاجیکستان این است: در هیچ گونه وضعیت خود را از دست ندهند، زندگیشان را بسازند و از آن لذت برند. مولا رجب یوسفی، نگار فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.